بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امروز موضوع ما و شما در زندگی در حیات یک جوان هست. جوان میگه کارش همیشه پی زندگی این بود که در صحبت یک عالم اسلامی اشتراک میکرد و از درس اون عالم برای خود بعضی چیزا را برداشت میکرد. میگه روز به درس این عالم اشتراک کرد. درس درباره خناسا بود. خناسا امروزه نی نر نی مادر میگن، یعنی مخلوقی را میگن که هم حالت مردانگی دارد و هم حالت زنانه. و اون صحبت با دقت گوش کرد و بعد صحبت از درس بیرون شد و به خانه خود روانه شد و به لب جوی گذر میکرد. دید که در اونجا ماهی شنا میکند، مثل زرحل، مثل طلا، چی قزیبا هست. و اون ماهی را به دست خود گرفت و به دربار پادشاه برد. و پادشاه از اون جوان پرسان که چی داری؟ جوان در جواب گفت ماهی دارم با خود که مثل زرحل را، مثل طلا و زیبا هست و میخواستم اینا به شما هدیه کنم. پادشاه از این صحبت جوان بسیار خوش آمد. پادشاه ماهی را دید و به خود گرفت و به اون جوان 20 تنگه طلا هدیه کرد. وقتی جوان از دربار بیرون شد و معاون همون پادشاه با پادشاه گفت چگونه برای یک ماهی 20 تنگه طلا بهر اون عطا کرده شما؟ پادشاه گفت ماهی به حد زیبا هست، چی می شود؟ گفت معاون با پادشاه گفت جوان را صدا میزنیم و از اون پرسان میکنیم. اگر جوان میپرسیم که این ماهی نر است یا ماده، اگر جوان بگوید که این ماهی نر است، ما به جوان میگیم که بر ما ماهی ماده در کار است. و اگر جوان بگوید که بر من این ماهی که من دارم ماهی ماده است، ما میگیم که بر ما ماهی نر در کار است. خلاصه این که ماهیش رو بر میگردانیم و 20 تنگه طلا رو از اون جوان میگیریم. پادشاه هم به گپ اون معاون خود راضی شد. بعداً وقتی جوان صدا زدن به دربار پادشاه، جوان داخل شد و از جوان پرسان کردند این ماهی که بر ما هدیه کردی آیا این نر است یا ماده؟ جوان اندک تفکر کرد و فکر کرد و گفت یا پادشاه، این ماهی که بهر شما عطا کردم این خناسا است، یعنی نی نر نی ماده است. میگه وقتی که این سخن از جوان گفت، پادشاه و معاون دیگه ندانست چی بگه. پادشاه گشته به معاون خود گفت با 20 تنگه طلا به این جوان ضم کنید. جوان با 20 تنگه طلا را گرفت و این 20 تنگه با اون 20 تنگه طلا شد 40 تنگه طلا. نگاه کنید برادران اهل اسلام که از این قصه خلاصه این برمی آید که از سخنان خوب اون جوان چی برداشت کرد؟ 40 تنگه طلا برداشت کرد. به همین هر کجا که باشید الله مهربان شما را موفق کند و کوشش کنید در زندگی خود یک علم، یک منفعت از انسان‌هایی که عالم هستند، دانا هستند، بهر خود اختیار کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.